سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم مخلصان عزیز، السلام علیکم بیننده های تبریکات شهنان. من امروز ما در طربخانه افسانه برای تبریک کردن مادر مهربان، زن عاقله، آنا جان عزیز و دعاگوی. البته امروز شایسته خاله را در جشن زادروزشان از نام فرزندان، از نام عائله خود، از نام خانواده غالب تاغا و انزور دنگملا، از نام دخترانشان که در مسافرت هستند، از نام شرقی آیتی، منیر آیتی، گوزل آیتی، از نام اولمسکه، از نام کلینشان ماه جهان آیتی تبریک میکنیم. آن لحظه های خورسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. سلام شبوی خوشی آشنایی با آن مردمی دیده ای روشنایی دروده چنوری دلی پارسایان با آن شوقی خلوتگاهی پارسایی. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان عالی قدر. من امروز در این طربخانه زیبا، در یکی از آن طربخانه های بانفوذ شهر سمرقند که با نام افسانه است، اینقدر زر و زیوری این سمرقندی قندمند را سرجم نموده است. با مناسبت که امروز یک زن عاقله، مادری مهربان، آنا جان دعاگوی امروز زادروز دارند، خواستیم تبریک کنیم از نام تمام نزدیکان، از نام فرزندان، جگربندان، نبیره ها و ابیره ها امروز آنا جان عزیز را تبریک میگوییم. با افتخاری شایسته خاله یک تا قرصک بزنیم یا نامه تکلیف میکنیم. مرحبا بید پیشم کنم. السلام علیکم شایسته خاله زادروز مبارک. مولود خجسترا امروز میلاد عمر را صمیمانه تبریک میکنیم. امروز شما تبریک میکنیم از نام انزور دنگملا، از نام خواهران عزیز که در مسافرت هستند، از نام شرقی خاله، از نام منیر خاله، گوزل آیتی، از نام کلین پاشا تا ماه جهان آیتی میخواهیم تبریک کنیم. گفتم که چخیلی که من امروز زادروز شاه هست، رحمت ما را رسانید، تشکر ما را رسانید که همین 30 سال و در آمده باشند، هم یک ساعتی وقت جدا کرده باشند، هم هر روز از حال و احوال ما، از حال و احوال نبیره هایشان، از حال و احوال فرزندان ما خبردار هستند. چخیلی که بیمار باشند هم یک نظر آمده میبینند و میروند، دلشان تسکین میشود. ما در مسافرت میگردیم، خدا با شکر میکنیم که در سر ما این خیلی مادر هستند و خبرگیرکی ما، مصلحتچی ما، دعاگویی ما هستند. هیچ وقت در دو غم نبینند. عمری باقی مانده پدرم را شادروان، پدرم را برای مادرم خداوند نصیب گرداند. همیشه در سر ما صحت سلامت باشند. من امروز نو چند ساله شدیم؟ 17 یا 16 میالی 17 ساله. خدا خواهد 120 سالگیشان و ما هم از مسافرت برگردیم. اگر یک رستوران کلان سمرقند با از این هم کلان کردن نصیب باشد تا اون وقت حاجیانه شوند ممکن. بعد آماده از این هم زیبا کرده تبریک میکنید. خدا کند که در سر ما فقط صحت سلامت گردن. ما 2 سال پیش دیدیم برای انسانیت پیش از همه سلامتی بوده است. برای مادر عزیزی ما خدا با شکر همه چیز هست. فقط میخواهیم صحت سلامت در سر ما جوان شده گردن و برایشان رسانید که امروز روزی زادروزشان هست. عرضت به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاه همون وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلامی مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیرین سفید داده است، خوش است نامی مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد هر صبح و شام مادر. مادر مهربانی ما قریب چند سالها در سناتوری شفاگاه بچگانه شفا کار کردند. همه بچه ها مهر مادری میدادند و غیر از ما بقیه آنها مهر و محبت میدادند. طوری چندین سالها کار کردند.
خدا با شکر آزمون در نفقه حرمت و عزتشان در دهه ما البته در همه اولاد ما هست. میخواهیم که الان خیلی سر و بر شده مصلحتچی اولاد و سلاله ما شده گردن. امروز زادروزشان مبارک. امروز از من هم دیدن در روز مهربانی در روز زادروز مادرم شرقی آیتی مدیر آیتی گزار آیتی گفتن که از من هم دیده امروز یک خواهری ما در یادشان هست. با درستی شما گفته حاضر کرده ما گفتن از من هم امروز در خوشبخت‌تر امروز زادروزشان ما سر و بر شده مادر مهربان ما آغوش کرده بوسیده از آن روی‌های پر از نورشان بهره‌مند شده می‌توانند. یک تا خداشان بگیم از نام همه ما تبریک کنند گفتن ما مرحبا صدر می‌گیم مرحبا. زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. السلام علیکم خیشتواران عزیز خوش آمدید میگویم و زادروزی مادر عزیز و مهربانم و دخترم خوشنوده که امروز زادروز دارم. من اولا از نام خودم از نام سه خواهرکم از نام دادرم و از نام کلینم که در راه دور هستند تبریک و مبارکباد نموده و شمایان از درگاه الله مهربان عمری دراز صحت سلامتی آرزو مندم. در دل چه نیتی که داره جامعه عمل باشد. مادر جان عزیز در سر ما فرزندان همه وقت سال و سلامت باشید. مبارک باشد زادروز مبارک. خوشمنوانو خواهر عزیز زادروزت مبارک. امروز مولود خجسته را مبارکباد میکنیم. خدا کند که مانند آنام الله عمری دراز نصیب کند. حضور حلاوت دو فرزند نازنینت را دیده سربلند شده در دل چه نیت‌های داوری جامعه عمل کشد. همیشه در روزهای خرسندی خدا کند که الان در 70 سالگی فرزندان در این روزهای خرسندی تبریک کردن نصیب کند. حاضر یک تا نبیره ها سر میکنند تبریک کنید. مرحبا. مهمانای عزیز خوش آمدید و مزنی آنا جان من. آنا جان الهی 120 بهار را قرشی گیریم. الهی مکر مثل حاضره یاش خوش رو چند خوش نگردید داریم. من از نام خودم از نام همه آیله عزامان از نام مادرم در راه دور هستم از نام خاله‌هایم شما را تبریک میکنم. الهی همیشه صبح سلامت گردید. الهی مکر تو دراز شد. مادرم جوی مادرم
شدگی خواهرکم 100 ساله شود 120 ساله شود در دنیا چی آرزوی هوس دارم برای جامعه عمل پوشد. وقتی که مادرم در حیات بودم دائما میگفتم که بعد از سر من این شایسته است، شایسته الهی خاک گیرد زر کردم میگفتم دائما مادرکم. من همین روز انمی زرها رو شما دیده ایستادید، گواهی آن است که مادری من دعاشان من همین روز اجابت شد. زری زیور خواهری من این 5 فرزند زیاد کردگیشان مهنت کرده با همسری شادروان پرچایم مثل دادرم بودن. الهی باید جانم 100 ساله شوم، فرشته که همی خاندان قبلگاهی همی خاندان. الهی 100 ساله شوید و 120 ساله شوید. در دلتان چی آرزوی هوس دارید الهی آرزوی هوستان من رسید. آتا آنه ایکیستوس بری قارشو بری کورس بریدم همتلی مهری دریا قیمتلی اولر اوزنی اویلماست فرزندی سات پولزه بست باز یکلب تورسه هم گاه یکلب تورسه هم. انمین شعری که من بازی گفتم همین مادری خواهرکی من و این مناسبت است. خواهران عزیز، دادران عزیز، من از این فرصت استفاده بوده خواهرکم رو با این روزی زادروزشان تبریک تهنیت گفتم و خواهرم عمر دراز رزق فراز دارم. دائما دست بالا کردم فرزندکاشان داغوگیش من نیبریکاشان داغوگیش مثل مادرم الهی چهره دار شود. و همتون رحمت. من اینجا زرشید جان از نام زرشید جان از نام فرقت جان من این سورپریز برای این خواهر شد. مرحبا. این علایده برای تو الهیم سخت قدران چی آرزوی هوس داری جامعه عمل باشد. زادگی زد مبارک شد. مادر تو شعر بهترین من، تو عطر یاسمین من، تو ماه نازنین من، خدایی در زمین من. ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو، اما دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. السلام علیکم مهمانان و مزمانان گرامی. اجازت فرمایید من شخصم از نام خودم از نام تمام خویشاوندان آنا جانم و خواهرم را با این روز زادروزشان تبریک نموده و اینها اولا بار صحت سلامتی و عمر درازی به پایان خواهانم. آنا جان ما شما را همیشه دوست می‌داریم. شما برای ما یک انسانی نیکنام هستید. ما فخر میکنیم که این خیل آنا خواهر داشتگیمون با. السلام علیکم مهمانان گرامی قدر. السلام علیکم آنا جان. من از نام خودم و از نام پدر و مادرم و از نام دادرم بر شما عمری دراز رزق و فراز همه وقت با مثل گل شکوفان باشید، هیچ وقت خفه نشوید. مادر جانم که در راه دور هستم، آنا جانم را با روز زادروز
کمال پوشم. آنا جان همیشه صحت سلامت باشه در سر ما. مبارک باشد. بار دیگری برای زادرای را صمیمانه مبارکباد میگویم. این از باشد از افیدسندها میخواستیم آنها شیرینی زیبا را سلم بین دوره به نزدیکتر بیارن یک جای در نزد امروز مهمانها. اما ما نیت کرده شیرینی را بریم بعد از آن رقص و بازی خرسندی خود را دوام کنیم. تبریکاتی خودشان را فرستاندند و می‌خواستیم در زیر گواهی هم از سخن‌های تبریکاتیشان را شنویم. مرحبا. زادروزی مادری عزیزم و خوشنوده که آننده باشد که همه شمایان جشن گرفته ایستاده همین عائله ها را حرمت و عزت کرده آمده که تو همه کتاب رحمت خوش آمده نومیده تاج سر میگوید. من هم از همین فرصت استفاده بوده از نام اهل عائله‌ام، از نام خواهرانم، از نام دادر عزیزم و کلانم مادر عزیزم و خوشنوده را با این روزی زادروزشان تبریک می‌کنم. الهی هر دوی این 100 ساله شود و بعد پیر شود. میخواستیم که همین مادر عزیزم همه وقت در گردی نوراها در دوره خویش و تبارها همین خیلی همه وقت خوش و خورسندانه صحت سلامت کردن. مادر عزیزم ما با شما فخر میکنیم که همه خیلی انسان فرزند شده به وای رسیده. رحمت کلان شما با جان ما شما نقص میبینیم. از نام همه خویش و تبارها باید باری دیگر تبریک میکنم. سربلند باشد 120 ساله شود مادر گر بدانی صاحب دولت شوی خاک پایش گر ببوسی داخل جنت شوی. هم یک کدوم رحمت. تشکر. البته الهی باشد هم با ما یک جایه توفه های ارزنده و زیبنده است برای مادر مهربانشان از نام فرزندان حاضر البته شایسته خلاص خطهای تبریکاتی را شنیدیم. در اینجا باز یک سورپریز زیباست از نام فرزندانتان که در مسافرت هستند و اهل شما که زر و زیوری خاندان هستند توفه های ارزنده و زیبنده را تیار کرده آوردند. مرحمت یاردم میدیم بر نشان میگذاریم. مرحمت. خرسک زنه مکتب اما جیم امرز
مانند نیوره دختر پسروش از این هم زیاد شود. همین رو سر بر شده گردد خدامه. نیوره‌هاش گرد اطرافش به همه وقت گرد کپلک شده خدمتکاش کرده گردد. دوگانه عزیز الهی صد بدرو. یک سری بیستاد روی ما دیرشینی کن این زیاد شویم کم نشویم مانم خبر ایس خدامه. رحمت بزرگ دست رحمت هزار رحمت میگیم. این از باشد مهمانانی عزیز از نام اولاد و سلاله کلان جبار و خواه میخواستیم روی صحنه معلم مهربان استادی عزیز یکی از آن سخنران‌های بهترین یکی از آن سخنورهای دهه عزیزمان را رعنایتی جبار را برای صحنه تکلیف کنیم. از زبان آن که سخنهای تبریکاتی را شنویم. برنامه جان مادرم من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی جاویدان ساخ و سلامت بر سرم. خواهم که در آغوش تو دوباره من کودک شوم دوباره به پروادمه بر خواب کفلیم روم. اولا بار السلام علیکم مادران عزیز، پدران مهربان، خواهر و دادران ارجمند. اولا بار در این کاشانه زیبا همه شمایان را خیر مقدم خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگویم. سببگار بزم امروزه یک زنی عاقله یک ینگمولانه همچون یک خاله یک آدم بدیل ماهان نزدیک ینگمولا هم زاد روز دارم. من از این فرصت استفاده برده ینگمولا شخصا از نام خودم از نام تمام سلاله جبار خود تبریک و تحسیت ها میگویم. ینگمولا میخواهم که همیشه در سر فرزندانشان ساق و سلامت باشند، خوشبختترین خوشبختا باشند. فقط میخواهیم که در حلقه نبره فرزندان خش و توارا باشند. ما فخر میکنیم که الان خیلی ینگمولا داریم. همین خیلی یک زنی شیرین سخن زنی مصلحت گوی اولاد ما میباشد. 100 ساله شوید و پس از آن پیر شوید. دلم خواهد روم بر کوی مادر وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم ندیدم روی خوش جز روی مادر. باز یک بار دیگر تبریک 100 بدروی 100 ساله شوید و پس از آن پیر شوید. و دقتتان تشکر. رحمت جبار و سلامت باشد. میلم به شراب ناب باشد دایم گوشم بنه و رباب باشد دایم. گر کوزگران خاکی مرا کوزه کنند آن کوزه پر از شراب باشد دایم. زنبانوان عزیز، مادران مهربان، البته در اینجا سرودهای شوق و رقصی را آماده کردیم. بخواهیم هر یکی شما رو بار دیگر به صحنه تکلیف کنیم. یک جای همراه امروز صاحب جشن‌ها رقص و بازی خرسندی را دوام کنیم. بزم امروز ما دوام دارد. بار دیگر زاد روز مبارک باشد بگیم. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟
ایا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ایا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ایا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ایا ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه ما قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من ما قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من اگر یک روز من پیغام نداری تو شب آرام نداری
اگر یک روزی من پیغام نداری تو شب آرام نداری سببی فکر و